أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس میراث به جای رسیدیم که ارکان میراث سه چیز می باشد. سه چیز باید باشد. یکم مورث. این مورث همان میتی که همان شخصی که از این دنیا رفته است، که در حقیقت او مرده است یا که حکما از این دنیا رفته است. یک شخص بی‌درک گم می شود، چند سال گم می شود که قاضی حکم می کند که او بیشک از این دنیا رفت، وفات کرده است. باید مورث باید حقیقتا از این دنیا وفات کرده باشد یا که قاضی حکم کرده باشد. اگر یک شخص نمیرد، چگونه مال او را وارثانش تقسیم میکند؟ باید مورث میت باید یک شخص وفات کرده باشد، مسلمان. دوم، وارث باشد، میراثخوارهای این شخص میت وجود داشته باشد، یا که سبب میراثخوارهای میت خیلی که گفتیم پسر، پدر، مادر، برادر و موروث این طریقه می باشد. باید میراث داشته باشد، میراث مالی، که همش این رکنها در قرآن ذکر شده است. الله یوصیکم الله فی اولادکم. الله میگوید که یوصیکم کم، یعنی مسلمان های ای شخصایی که شما از این دنیا می روید، الله مال شما رو وصیت میکنه تقسیم اولادکم، این وارث های شما. و خودی میراث نیست در قرآن ذکر شده است که الله گفته است للذکر مثل حظ الانثیین. حظ این یک مال می باشد، نصف یا که ثلث، اینها مالی که مالی میراث می باشد. باید اینها باشد. یک شخص از این دنیا رفت، وارث نداشته باشد، مالش به بیت المال مسلمانان برمیگردد. و همچنان ارکان میراث سه تا می باشد. یکم یک شخص وفات کرده باشد حقیقتا حکما، دوم وارث داشته باشد، سوم میراث داشته باشد. برای همین مال میت بعدی وصیت تقسیم می شود. مثلا اول قرضهایش را پرداخته می شود، دوم وصیتی کرده باشد وصیتش را به جا آورده می شود. این بود درباره میراث. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.